سلام. اگه به زودی مصاحبه در پیش داری، این ویدیو برای توه که آینده شغلی تو تغییر میده. توی این ویدیو قراره 15 تا از رایج‌ترین و پرتکرارترین سوالای مصاحبه شغلی که تقریباً تو 99% مصاحبه ها پرسیده میشن رو با جوابهای کوتاه و قوی مرور کنیم که میتونن مصاحبه‌گر رو حسابی تحت تاثیر قرار بدن. سوال 1. خودتو معرفی کن. پاسخ: من فردی سخت‌کوش، مسئولیت پذیر و تیم محورم که تجربه کاری روی وظایف متنوع رو دارم و همیشه تلاش کردم بهترین نتیجه رو ارائه بدم. سوال 2. نقاط قوتتون چیه؟ پاسخ: من توانایی حل مسئله و یادگیری سریع و کار تیمی رو دارم و تو کارم منعطفم و تغییرات رو با ذهنیت مثبت میپذیرم. سوال 3. نقطه ضعفتون چیه؟ پاسخ: گاهی بیش از حد از خودم انتقاد میکنم و توانایی نگفتن به دیگران رو ندارم. البته روی این نقاط کار کردم و در حال بهبود هستم. سوال 4. چرا میخواید تو این شرکت کار کنید؟ پاسخ: به خاطر فرهنگ سازمانی مثبتتون، محیط حمایتیتون و اعتبار بالای شما تو این صنعت. اینجا فرصت همکاری با افراد با انگیزه و ارتقای مهارت هام رو دارم. سوال 5. یه موقعیت چالش برانگیز تو کارتو تعریف کن. پاسخ: در گذشته با یه مشکلی روبرو شدم که نیاز به راه حل سریع داشت. با تحقیق و برنامه‌ریزی مناسب راه حل مؤثری رو پیدا کردم و نتیجه مطلوب برای تیم و شرکت حاصل شد. سوال 6. 5 سال آینده خودتو کجا میبینی؟ پاسخ: در شرکتی که رشد کردم، با مسئولیت بیشتر و مهارت‌های پیشرفته. شاید حتی در سطحی بالاتر از موقعیت فعلی. سوال 7. چرا باید شما را استخدام کنیم؟ پاسخ: چون مهارت‌ها و تجربه‌های من با شرح شغل مطابقت داره. من به کارم علاقه‌مندم و همیشه برای رسیدن به بهترین نتیجه تلاش میکنم. سوال 8. چطور با استرس و فشار کاری کنار میای؟ پاسخ: آرامش و خونسردی خودم رو حفظ میکنم، اولویتامو مشخص میکنم و اجازه نمیدم استرس روی عمل کردم تاثیر منفی بذاره. سوال 9. چه تجربه مرتبطی داری؟ پاسخ: تجربه کار تیمی، مدیریت امور محوله، ارائه خدمات یا وظایف با کیفیت و حل مشکلات در محیط‌های کاری مختلف. سوال 10. چی بهت انگیزه میده؟ پاسخ: انجام درست کار، پیشرفت فردی، یادگیری و رسیدن به اهداف شخصی و شغلی. سوال 11. یه مثال از کار تیمی موفق بگو. پاسخ: در یک کار گروهی با همکاری اعضای تیم و استفاده از توانایی‌های مختلف به بهترین نتیجه رسیدیم و کارمون با موفقیت انجام شد. سوال 12. موقعی که با همکارت اختلاف نظر داری چطور برخورد میکنی؟ پاسخ: اول رفتار خودم رو بررسی میکنم، بعد با همکارم به صورت خصوصی صحبت میکنم و راه حلی پیدا میکنیم که به نفع تیم باشه. سوال 13. حقوق مورد انتظارت چقدره؟ پاسخ: من محدوده حقوقی برای این شغل رو بررسی کردم و با توجه به مهارت و تجربه‌ام عدد منصفانه‌ای مناسب میدونم. در مقابل بازدهی بالایی برای شرکت ایجاد میکنم. سوال 14. کاراتو چطور مدیریت میکنی؟ پاسخ: کارامو اولویت بندی میکنم، چک لیست وظایفمو تهیه میکنم و بر اساس اهمیت و زمان کارو انجام میدم تا بهترین نتیجه حاصل بشه. سوال 15. با انتقاد سازنده چطور برخورد میکنی؟ پاسخ: انتقاد رو فرصتی برای یادگیری و بهبود میدونم، گوش میکنم، ارزشش رو میسنجم و تغییرات لازم رو اعمال میکنم
تا هم خودم و هم تیم بهتر شیم. خب دوستان، اینم 15 تا جواب کوتاه اما در عین حال بسیار مؤثر که برای هر موقعیت شغلی کاربرد داره. حسابی این 15 تا جواب رو تمرین کن تا تو مصاحبهات موفق باشی. اگه این ویدیو برات مفید بود لطفاً لایک و سابسکرایب کن تا آموزش‌های بعدی رو از دست ندی. موفق باشید.